کبد چرب یا استئاتوز کبدی در واقع تجمع چربی در سل‌های کبده. جالبش اینه که در مرحله اولیه اصلاً علامتی نداره، ولی اگه بهش توجه نکنی باعث فیبروز و نارسایی کبد و سیروز کبدی میشه. برای درمان کبد چرب تو مرحله اولیه اصلاً لازم نیست دارو استفاده کنید و باید سبک زندگیتون رو عوض کنید. غذاهایی که قند ساده دارن باید حذف بکنید. غذاهایی که چربی ترانس دارن، یعنی چربی‌های حیوانی و سرخ کردنی هستن و اونا رو باید حذف کنید و در عوض غذاهایی مصرف کنید که فیبر بالایی دارن، مثل سبزیجات، میوه‌جاتی که شیرینیشون کمتر هستش و از چربی‌های مثل روغن زیتون یا روغن کنجد استفاده بکنید. یکی دیگه از اصول تغییر سبک زندگی انجام ورزش هست. ورزشی که مؤثره ورزش‌های هوازیه، مثل شنا، دویدن، دوچرخه سواری حداقل 3 بار در هفته و هر بار حداقل 45 دقیقه که ضربان قلبتون بالا بره و عرق بکنید. و در کنار اینا اگر که شما مبتلا به دیابت، مقاومت به انسولین یا چربی خون هم هستین، برای اون بیماری ها هم حتما باید درمان. متاسفانه برای کبد چرب هیچ درمان دارویی خاصی ما نداریم. حالا یه سری داروهای گیاهی مثل لیورگول و اینا توی بازار هستن، ولی حواستون باشه اینها کبد چرب شما رو درمان نمی‌کنن، فقط آنزیم‌های کبدتون رو میارن پایین. فراموش نکنیم که پیشگیری همیشه بهتر از درمان هست. اگه شما مبتلا به کبد چرب هستید، با تغییر سبک زندگیتون کاملا کبدتون نرمال میشه. پس دوستان عزیزم، هیچ بهانه‌ای برای خوردن پیتزا تا دیر وقت ندارید. کبدتون از شما ممنونه.